فریاد فریاد فلک ما را مکش ما نوجوانیم نشادی دیدیم نشادمانیم بیرو از کوچه آنان گذر کن با ما نوبت رسد ما خود روانیم وای سری کوی بلند بود خانه منه وای فلک تیری زده است بر شانه منه داده فلک تیری زده است پیکام ندارد وای به حسرت پر شده است پیمانه من قامتی سروی خیرامانی تو بر جانم زند قامتی سروی خیرامانی تو بر جانم زند آرزی خورشیدی تابانی تو بر جانم زند آرزی خورشیدی تابانی تو بر جانم زند من گرفتاریدم چشمی همچو بادامی تویم من گرفتارید و چشمی همچو بادامی تویم چشم شوخ انگیزی مستانی تو بر جانم زند چشم شوخ انگیزی مستانی تو بر جانم زند قامتی سروی خیرامانی تو بر جانم زند آرزی خورشیدی تابانی تو بر جانم زند آرزی خورشیدی تابانی تو بر جانم زند. درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما در احاطه هنرمندان انسمبل اتنوگرافی مروارید قرار داریم. انسمبل اتنوگرافی مروارید در شهر پنجکند فعالیت میکند و یکی از انسمبل های آوازه‌داری فولکلوری در کشور نیز هست که یک زمان حتی شهرت جهانی نیز داشت. من سپاس میگویم که امروز در این برنامه ما را همراهی میکنید و به ترانه دلنشین و برنامه امروز آغاز بخشیدید. خوب بیاید سراول یک مقدمه کنیم یک درباره انسمبل اتنوگرافی مروارید کمی برای بیننده ما معلومات دهید که کدام سال تأسیس یافت و عموما به کدام سمت روانه کرده شده است. پیش از همه السلام علیکم. انسمبل خلقی مروارید از سالهای عصر گذشته تأسیس یافتگی بود. سال 1987 سال نو سر کرده در بوستان‌های خبر بین ولایت ها بین ناحیه ها همه جا اشتراک کرده. بعداً باز انسمبل با رپورترهای بای خود بایتر شده بعدتر بعد برنامه های تلویزیونی برآمد کردیم. با کنسرت ها مخصوص برنامه کنسرتی تیار کرده اشتراک ورزیدیم که همون زمان تشکیل کننده همین انسمبل پدر همه ما اینجا
نگفته نماند که ما اولادی می باشیم اویلوی هم می باشیم، همه خیش تباری هستیم. پدر ما شادروان حاجی اصلی مستانف بودن که اون کس همین انسامبل خودشان ساختگی بودن. بعد سالهای 1988 سال بیرون خارج کشور در مملکت ایتالیا اینجا برآمد کردیم در فستیوال های بین الخلقی. شما خودتون بوده در این برنامه بودم، من همه کم بودم، این کس بودم با این نوجوانا اینا خد نباشن نو پیوست شدن نو پیوست شدن و دیگرها خد مرور زمان خطی حافظه کلان شده رفتن از همین انسامبل و دیگرهاشون با کارهای دیگر گذاشتن. خیلی فقط یک بار سفر داشتید به خارج کشور؟ نه، دوره شوروی بر فستیوال های بین المللی که در شهر مالدو شدگی بود و به اشتراک کرده بودیم. باز مسکو برآمد کردیم، بعد ازبکستان، با خودم تاجیکستان بسیارتر در همه جشن های دولتی اشتراک میکردیم. ولی چون سمت اساسی مثلا انسامبل شما فقط فولکلور است، فولکلوری وادی زرافشان، یعنی تنها شهر پنجکین. شما کوشش میکنید که در وادی زرافشان چگونه فولکلور است، مثلا چگونه سرود است، اونها را جمع آوری کنید در رپرتوار خود. بله. از کجا پیدا میکنید؟ چگونه این برنامه ها رو، عموما سرود ها رو شما دسترس میکنید؟ ما از درون خلق میگیریم. اینا اساسا درون خلق که ما در معرکه خلق اشتراک مینماییم، از همانجا از خلق میفهمیم، از خلق مییابیم. حافظه کهنه هستن، حافظه کسبی نباشن هم که آیا خداشون هم مهارت سرودخوانی نوازندگی دارند، از آنها استفاده میبریم. من مثال سرود گیجداله که تمام آسیمیانه به وی پهم شده، حاضر گیجداله همین سرود مؤلفی شما رو کار کردید؟ کار کردگی حاجی اصلی مستان فهمی کس سرودگی که کار کردن. سرودی من انورچه اینا و سرودهای عنعنوی ها زمزم همینا اینا از همین انسامبل برآمدگی. باز سرودهای من زرافشانه با سبک خود میانه آب زرافشان با قرار داریم. سرگه زرافشان اگر مسجد کوهی باشد، میانه آب زرافشان همین ریون پنجکین ما هستیم. طرز سرودخوانی مسجد کوهی، اما سر فرقش در اون است که طرز لهجه گفتارشون ولی سبکش یک است، فقط با لهجه فرق داره. بله. از شما سفرهای خارجی داشتید خصوصا به ایتالیا؟ تا جایی که میدونم در این کشور شما قریب در 20 شهر همین کشور برنامه فرهنگی پیشنهاد کردید. اونها فولکلور ما را چگونه قبول میکنن؟ اونجا با اکنون فولکلور بسیار خوب قبول میکنند، بسیارتر رقص به آنها دقت میدین، خراگرافی میکنند و تماشا میکنند. سرودهای هم چیزی نقص در همه جا نقص. همین در خلق خودمون که معقول باشد، او سیمیانه معقول، دیگر جهان همه جا معقول میشد. اون وقت در مثلا هیئتی گروه شما کیها بودن؟ زیاد بودن نه؟ بیرون از خیش تبار از مثلا هنرمندان دیگر نیز پیوست میشدن، خاصتا از شهر پنجکین بودن. بختیار بیانی دانشجو بودن، اون کس اشتراک کردن. حاضر شوکت دایره‌چی و دیرکتور مکتب موسیقی نوحه پنجکین همون کس دایره برفتگی بودن. بازرگان پولادوف بودن، اون کس شادیف محیدین، شادیف صالح، اینها و هاکذا دادو بابای ظریف جان میر بسیار بودن آدمان راستی. سرت جورا گلی جگدونی یار جور بنده که بندت پی پشونی یار این جمعی بادون چطور راز بی دسا مخاکی رهه که تو قدم میمونی یار این جمعی بادون چطور راز بی دسا مخاکی رهه که تو قدم میمونی یار آها چی جولم میکنی آسی نگردم میکنی
آها چی جولا میکنی واسی نگردم میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی بی ریحان میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادای غمزه هایی بی بی ریحان میکنی عزیزی من تو جان نربین در روی زمین پری ای افسانه ربین بیلا با خدا آب و ادا شد دیل من این ناز و ادای دختری خانه ربین بیلا با خدا آب و ادا شد دیل من این ناز و ادای دختری خانه ربین آها چی جولا میکنی آسی نگردم میکنی آها چی جولا میکنی آسی نگردم میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادای غمزه هایی بی بی ریحان میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادای غمزه هایی بی بی ریحان میکنی یاری نازنینم باد بوی خوش زلفی عنبرینم باد یک بار دیگر به سمت جنوبان جنوبانا هر گوشتی بنازی آستینم باد یک بار دیگر به سمت جنوبان جنوبانا هر گوشتی بنازی آستینم باد آها چی جولا میکنی آسی نگردم میکنی آها چی جولا میکنی آسی نگردم میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادای و غمزه هایی بی بی ریحان میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی بی ریحان میکنی ما را جیگر خون میکنی ناز و ادای و غمزه هایی بی بی ریحان میکنی و خیلی سرودهای جالب است. مثلا اکثر سرودهایی که انسامبل شما اجرا میکند یک مثلا مضمونهای عجیب دارد، یک رویدادهای معین رو انعکاس میکند و بیشتر روبایی نیز در مثلا سرودهایی که از جانب انسامبل شما پیشنهاد میکند دیده میشود. مثلا من سرودی اولی که پیشنهاد کردید با روبایی شروع شد و امروز در چه حال است؟ امروز مثلا چگونه فعالیت میکنید با بچه‌های امروز که مثلا هیئت شما کاملا کلا قریب بگویم نو شده است، مثلا جوان‌ها پیوست شدن و حتی نورسان رو نیز به این گروه وارد کردید. از شوق میآیند نزد شما چگونه است؟ وقتی که ما در بین مردم بسیار که برآمد میکنیم، بعد هیئت انسامبل ما حاضر زیاده از 103 نفر اشتراکچیان بسیار کلان از انسامبل هم تا 70 ساله داریم. ما از کودک گواره هم گفتم خطا نمیکنیم، برای آنکه من به قریبی هم برآمد انسامبل های اویلوی شده گذشت فستیوال دنیای سعادت هم بجام با و نشان دادیم. وقتی که ما بر سرود و مراسم علی نشان دادیم، کودک همونجا 7 ماهه هم بودن اشتراک میکردن. برای اون اشتراکچی ما 7 ماه تا 70 ساله هم میده اینجا مثال آورده نمیشه. سرود یکم ها سرایده شده و یک فریادی میانه آبی وادی زرافشان بود. این که خاص همین مردم میانه آب، مثلا این طرف سرایدن مسجد کوهی به علاقه نیست، مثلا طرف سمرقند به علاقه نیست، این هم میانه آب. فقط در شهر پنجکین هست. شهر پنجکین من با قشلاقجوها میرد همین کوهستان. فعالیت انسامبل بس سرودهایی که نیست شده رفتگی که ما که زنده کرده میبریم، مثال مراسم ها یکمین بار در صحنه مردمی تاجیک ما مراسم ختن سور ماندگی بودیم که این حال یگان جا نشان دادگی سرودهایش را سرودهایش قطعی
ماندگی بودیم همین صحنه با عروس بیارونه پوره ماندگی بود. با صحنه‌هاش می‌سازید. این دعوای قریب 80 کس اشتراک می‌کرده یک صحنهش در مدتی مثال 18-19 مینوت با همین مراسم عروس بیارونه تصویر می‌کردیم. با سرود من علی مادرم این خاص انسامبل ما این هم مردمی زرافشان هست و دیگر خیر علی ما مثال مراسم مشقتی. چون گفتید که سرودهای گیجداله انورچه همین خونی خب حتما. آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجداله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجداله 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 ناز بدن گیجداله 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 ناز بدن گیجداله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجداله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجداله 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 ناز بدن گیجداله 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 ناز بدن گیجداله ای دایرای شمالش من دختر دوایش من دایرای شمالش من دختر دوایش من پس کوچه و راست کوچه پشت کیوی آلوچه پس کوچه و راست کوچه پشت کیوی آلوچه آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجداله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجداله 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 ناز بدن گیجداله. تشکر زیاد خسته نباشید. گیجداله چی معنی داره؟ گیجداله چطوری که به ما معلوم است و رسیده است رومالش گیجداله بسته است گفته بین ما با گپ است برای مردمی زرافشان با رومال پیش آورده این خیلی بسته مونو پیش راست کرده این خیلی گیجداله بسته است. ای طرز مثلا رومال برنده که حالا مثلا خانم ها دارن این چی طرز است؟ این طرز زرافشانی. طرز زرافشانی. این زرافشانی. در مورد گروه گپ زنید این گروهی که الله به شما پیوسته شده است مثلا بچه‌ها شو خردک‌ها اینا چگونه اینا را جلب میکنید؟ اصلا فکر میکنم که اینا همین گونه با مهر و محبت میآیند. نسل جوان را جلب نمودن به انسامبل اساساً ما مکتب ها میگردیم برای اینکه محفل داریم محفلی انسامبل مروارید هست برای اینکه جوانه ما خواهشمنده آورده آنها سرودهای قدیمه سرودهای خلقی وادی زرافشان با نام میآموزیم با خواهشمندای هم میبیام من مثال من این بچه‌ها اینا رقص میکنن اشعله میخونن اینا اینستیتوت قبول شدن بسیارش اومدن اونجا دخترها رقص میکنن سروده همیشه میدونن انسامبل مقصد همین که همین سرودهای خلقی وادی زرافشان گم شده نرود واقعا برای همین سرودهای پاس داشتن گوییم به این معنی حفظ کردن ما با همینا کار میکنیم که بعد از ما ماندن گرش خیلی که از پدرم ماند ما اینا رو میده از اینها با فرزنداشون ماندن. انسامبل مروارید زیرتابه کاخ فرهنگ است. سال 1991 بود عنوان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی مروارید دادن به انسامبل ما. از همون سال تا حاضر ما در خانه فرهنگ ناحیوی دهه قوسر جماعت لایق شیرالی فعالیت داریم در نزد شعبه فرهنگ ریان پنجکین ما در منوبا اطاعت میکنیم گوییم. واقعا در زمانی که ببینید که چقدر فرهنگ ها آمیخته میشوند چقدر گنجینه های مهم از بین میروند چقدر گنجوری فرهنگی ها خالی میشوند ولی وجود داشتن همیگونه انسامبل ها وجود داشتن همیگونه گروه ها چقدر مهم است چون ما با واسطه همیگونه گروه ها با واسطه همیگونه مثلا انسامبل ها فرهنگ را حفظ میکنیم آن ادبیاتی که در میان مردم بود آن سرودهای زیبایی که در میان مردم بود حفظ میکنیم چون اگر این چیزها حفظ نشوند آهسته آهسته میتوانند از بین روند میتوانند جای آنها را چیزهای نالازم پر کنند همین خاطر فکر میکنم خیلی کاری مهم است که این چیزها حفظ شوند و هر یک سرودی که شما پیدا میکنید فکر میکنم تاریخ خاص دارد نه
مثلا گفتید درباره سرودی انور گفتید چه خیلی سرود است، چی معنی داره؟ این سرودها در سالهای پیش وقتی که توی ختنه سور بودن علاب میکردن میان علاب گردی علاب و بچه ها رقص میکردن، خصوصا مردها به زنک ها مرد رقص میکردن. سرودی مردانه. نه سرودی مردانه گویم من. همه جا به میسرایدن همه سروده. انا وقتی که شما صحنه میسازید درباره یک سرود، مثلا سرودهای مراسمی و سرودهای من هر یک مراسم و هر یک عادتایی که در میان مردم هست، طرز اجرایش اون رسم و این رو میآموزید، مینویسید، از کجای پیدا میکنید، از با مردم گفتگو میکنید، چگونه است؟ خودتون شاهد این میشوید؟ البته بله گفتگو میکنیم. اونجا هستن کلانسول ها هستن، استادها هستن، استادا هستن، با امونا میپرسیم طرز لباس پوشیششون، طرز گفتارشون، لهجه ها بعضا آمیخته شدگی، لهجه های درست کرده درونش لهجه با در کارش میگیریم. همه خیلی باز به اون میگم مثال که من این خیلی گفته این طرف میسراید، این خیلی گفته این طرف میسراید، این خیلی ایبو میکرد، مثال میخه میشیشت، این خیلی میخیس گفته همونا میآموزیم. بله. و همین چیزا حفظ میشود، جای نوشته میشود برای تکرار آن اجرا کردن. همیشه برای نوارها حاضر شکر نوار هست، نوار به میگیرن، نوارها آماده است موبا نشان دادن از روی نوارها شما تکرار میکنید. بله. و سرودی ها زمزم، این یک از سرودی خیلی معروف است، ها زمزم. ها زن گفته میگن، زن زم نه زم کردن دیگر چیز که این زن ها زن ها زم این یک به یک مراجعت هست. افاده دیگر همین که دایره دفن زن باشد. ها حالا بگو مرحمت بفرمایید. ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، خوتنی بالا مال دارد لبهای یارم خال دارد، خوتنی بالا یلنگه روی ها یارم ترنگه، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، مرغابی بلند پرواز یارکی من خوش آواز، مرغابی تگی بود تا یارکم تگی کرته، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم، ها زمزم پیشتر بیا یک گوزم. و سرودهای زنانه نیز هستند در این میانه، سرودهای زنانه که فقط خاصی مثلا مراسم های زن ها هستند، سرودهای زنانه هم هستند. اصلا در رپرتوار شما چقدر سرود هست، چقدر مثلا عادت های عجیب؟ رپرتوار ما بسیار بوی است، این اکنون راست دیگه نشماریده حساب نکردگیم، بسیار نباشد. اگر خواهش باشه مرحمت یک تا سرودی زنانه حاضر بگوییم، اجرا میکنن. هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، اگر هینا کمی کند آبی طلا میبندیم، اگر هینا کمی کند آبی طلا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، اگر هینا کمی کند دستبانی طلا میبندیم، اگر هینا کمی کند دستبانی طلا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، اگر هینا کمی کند طبق طلا میبندیم، اگر هینا کمی کند طبق طلا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، هینا میبندیم با دست و پا میبندیم، اگر هینا کمی کند دستبانی طلا میبندیم، اگر هینا کمی کند دستبانی طلا میبندیم. بیشتر در مراسم های عیدهای نوروز هینا بندان میگذارن بین دخترها و زنها، اساسا این در بین وقتی که عروس به دست پای عروس هینا میبندن، در وقت عروسی دختر
همون به دست پای عروس شونده هینا میبندن. اگر که هینا در هینا نگیرد ما بعد همون دستای عروس میگویند که اگر هینا نگیرد ما بعد دست تو آبی طلا میبندیم یا که دستبانی طلا میبندیم. این یکی از خرسندی به همون به عروس، یعنی خرسندی عروس شریک هستند آنها. همین طریق هر یک سرود یک عنعنه خاصی را فراگیر است. یک مثلا درباره یک حادثه، یک عنعنه، درباره یک روزگار خوش مردم قصه میکند، چون سرود همیشه بیان کننده حال خوش و مثلا شادی و نشاط مردم ما است که همیشه در لحظه های خوش زندگیشان سرودهای زیبا میآفریدند و مهمتر از همه ایجادگر این همه سرودها خودی مردم بودند و آرمانهای مردم، همون شادی و نشاط و اون آرزوهای مردم در همین گونه شعرها، در همین گونه سرودها نهفته بود. خب بغیر از این باز یک مراسم دیگر هست، مراسم ختم سرود که سرودها در اونجا اجرا می شود و سرودی انورچه می شود اجرا کنید؟ می شود مرحبا. کی اجرا میکنند اینو؟ اما که سید اجرا میکنند. انور چه باغش بگوز انور چه انور چه باغش بگوز انور چه بازی میکرد دامنش درازی میکرد، دامن شکل کردیم به قدش بازی کردیم. انور چه باغش بگوز انور چه انور چه باغش بگوز انور چه اگه صد سماوار چاینکی پیاله قطار، پیاله یا چایش نیست جور جان تابش نیست. انور چه باغش بگوز انور چه انور چه باغش بگوز انور چه اولا بنامد کپی مبور شمالت، یک بوز دارم می جوشم قیماقشم فروشم. انور چه باغش بگوز انور چه انور چه باغش بگوز انور چه انور چه باغش بگوز انور چه انور چه باغش بگوز انور چه. تشکر زیاد، خسته نباشید. واقعا سرودها خیلی زیاد هستند و خیلی مضمون‌های عجیب و شوخ و شیرین در آنها، لطف‌های عجیب مثلا در آنها نهفته است. چگونه یکی یک بوز دارم میجوشم قیمتش را فروشم، عجیب است. و همین گونه مثلا لطف و شوخی‌های عجیب نیز در سرودها نهفته است که شنونده از آن لذت میبرد. واقعا تشکر زیاد، خسته نباشه که در این برنامه ما رو همراهی کردید و باز چی دستاویز دیگری دارید که در آخر برنامه میخواهید برای بیننده ما پیشنهاد کنید؟ ما عذر یک سرود خیرمنکوبان داریم، همین برای شما پیشنهاد میکنیم همینه. خب دوستان عزیز یادآور میشیم که ما در جای حضور داریم که از این طرف ما مثلا یک زمینی گندمزار است و همین صحنه، همین حالت را عین حال گروهی مروارید برای ما نشان میدهند. یک حالتی تئاتری کننده شده است و حتما که بعد اونی که ما با شما خیر خوش میکنیم حتما برای خیرمنکوبی و برای آوردن مثلا درزه های گندم میآییم و در اینجا یک خیرمن عجیب میسازیم و خیرمن میکوبیم و آرزوی داریم که زندگی شما همیشه زیبا باشد و گندمتان همیشه پربار باشد و دسترخوانتان پر از نان. اینجا به انتهای برنامه گنجور رسیدیم و صحنه نوبتی را میبینیم. از دل جان
Mayda mayda kup